سلام دوستای عزیزم، من میخوام براتون اون پنجره خیلی خوشمزه درست کنم. ابتدا ما 5 عدد تخم مرغ داریم. تخم مرغ رو من هم میزنم. یک دوم قاشق چای خوری من وانیل دارم. کاملا من میزنیم. گلاب داریم، گلاب هم اضافه میکنیم. آرد برنج داریم. نشاسته گل داریم. نشاسته من اضافه میکنم. آرد داریم، آرد هم اضافه میکنیم. اینقدر هم میزنیم تا این ترکیبات کاملا یک دست بشه. ترجیحاً وقتی این خمیر رو درست میکنید اجازه بدید 4 تا 6 ساعت بمونه. هرچی بیشتر بمونه، یعنی مثلا شما میتونید الان این خمیر رو درست کنید، روز بعد برای صبحانه بچه‌ها یا برای مثلا میان وعده ساعت 10 صبحشون درست کنید. هرچی بیشتر بمونه خوشمزه تر، ترتر هست. و اینکه دیگه نیازی نیست که این خمیر رو از یه صافی رد کنید، از یه علک که سوراخ‌های خیلی درشتی داره رد کنید. به خاطر اینکه این خمیر وقتی که میمونه کاملا یک دست میشه و شیرینی با بافت بهتری به شما میده. خب این الان یک دست شده. بعد اجازه میدم که این خمیر من 6 ساعت بمونه، بعد درون روغن سرخش کنم. خب الان دستگاه اون پنجره‌مون کاملا داغ شده. ما درش میاریم، اینو میذاریم توی خمیرمون مجدد توی روغن. الان اون پنجره خودش جدا شده. ببینید بچه‌ها، وقتی که وسیله‌ای که میخواید باش قالب بزنید کاملا داغ بشید، اون پنجره به راحتی جدا میشه. به این شکل شده. نمیذاریم خیلی بمونه که برشته بشه، همون طلایی که شد دیگه کافیه. روغن اضافهش رو میگیریم، منتقل میکنیم توی ظرفی که یه دستمال کاغذی یا یه کاغذی گذاشتیم که روغن اضافهش رو جذب کنه. نوش جانتون دوستان.